ماجرای ملا نصرالدین و مرد نسوار فروش. روزی ملا نصرالدین از بازار می‌گذشت. بوی تندی به دماغش خورد. دید مردی کنار جاده نشسته و با صدای بلند میگوید: نسوار تازه، نسوار قوی، هر که بخورد سرش گیج میرود از لذت. ملا نزدیک رفت و گفت: ای مرد، این نسوار چه خاصیتی داره؟ مرد گفت: آقا ملا، اگر یک دانه‌اش را زیر زبان بگذاری، چشمت برق میزند، هوشت زیاد میشود و دلت باز میگردد. ملا گفت: عجب، بده یکی امتحان کنم. مرد نسوار کوچکی به او داد. ملا آن را گذاشت زیر زبان. چند لحظه نگذشت که صورتش سرخ شد. چشمانش اشک آلود شد و ناگهان با عجله آب خواست. مرد خندید و گفت: ملا جان، گفتم چشمت برق میزند، نگفتم از لذت یا از سوزش. ملا آب را نوشید و گفت: ای مرد، این نسوارت به جای هوش زیاد کردن، هوش از سرم برد.